سلام عزیزان. هویج رنده کردم. دیروز هویج خریده بودم زیاد. یخچال میمونه خراب میشه. پوست کندم، رنده زدم. حالا دارم یکم مخالفزش میکنم. بعد در ظرف بسته میریزم، میذارم تو فریزر برای سوپ هویج پلو. دیگه وقتی که میخوام درست کنم آماده دارم. آره عزیزان، اینطور پوست کندم با رنده درش رنده کردم. الان دارم بخارپز تقریبا یکم تفت میدم، حالت بخارپز پیدا کنم. بعد دیگه سرچوب بریزم بذارم فریزر. اینم مرغ بچه ها گذاشتم یکم بپزه. بعد مرغ سوخاری درست کنم. اینم آشمه بچه ها، همه ریشتشو کشکشو نرختم. داره گر میزنه، گر میکنه. بعد دیگه رشتهشو باید بریزم، کشک بزنم، نعناداغ و پیازداغ درست کنم براش روش دیگه. بس همین هست. شما هم درست کنید، میل کنید. فعلا اینم بچه ها بادمجونو چی کردم، کباب کردم، گذاشتم داخل پلاستیک که پوستش خوب بهتر کنده میشه. برای میرزا قاسمی بادمجونا رو کباب کردم، گذاشتم اینجا داخل پلاستیک، درشو بسته بودم. الان دیگه باید اینا رو پوست بکنم، لهش کنم با سیر. بعد دیگه بذارم فریزر آماده باشه برای میرزا قاسمی. شما دوست داریم میرزا قاسمی؟ خیلی راحته. بادمجون کباب کردیم، با گوجه رو رنده میکنیم با سیر، قشنگ تفتش میدین. بعد بادمجونا رو پوست کندیم، لهش میکنیم، میریزین داخل همون گوجه، سیر، زردچوبه، فلفل میزنین. بعد قشنگ بادمجون هم تفت میدین. وقتی تفت خورد تخم مرغا رو جدا میتونین توی مایتوه کم سیر، پودر سیر بزنیم، تخم مرغا رو بشکنین داخلش، یه ذره زردچوبه بزنین. و تخم مرغا که پخته شد میتونین بریزین داخل میرزا قاسمی، قاطی کنین. خیلی خوشمزه میشه بچه ها. درست کنین، میل کنین عزیزان. منم باید اینا رو پوست بکنم، درستشون کنم، بذارم فریزر. یه روز دیگه که درست کردم فیلمشو براتون میذارم. قربونتون برم.